مسافر خوش آمدی همایتان. هر حرفی پیام دارین مهربانی بکنین. بعد از حرفتان 10 دقیقه براتان وقت میتیم بخیر آغاز میکنیم برنامه را. احترامات برسه به همه دوستان دیگه، موفق باشه دیگه. چیزی گفتنی نداریم. ما داوطلب آمدیم، خدا خیر پیش بیاره. خدا هم داوطلب آمده و خرابی شد، این دفعه هم آمدیم. شما خیلی قوی هستیم. او خود او گفتای از او دیدی قوی است، خودش نیست. خب دیگه پیام حرفی کسی نداره؟ شانس خوب براتان میخوایم. پیش از پیش براتان میگم شاداخ رئیس نقیب کلتان عزیزا، اگر علیکم سلام پرستانبول، اگر گیفتتان فت میآید از طرف دوستانتان، بر شما اگر فت میآید، بر هر عزیزی میآید، مجرا نداره جبران نداره. بر برنامه اگر فت میآید جبران نداره. تصویری من نیست که تصویر ما اینو تو دیگه برنامه گذارا واری بزرگ بسازم بگویم بان گیفتش خطا بخوره برای ما بیاید. یک دقیقه گیفتینگ نکنید. این کارا نمیکنم. کلام یک سطح یکی دیگه هستیم، هیچ کدام مشکل نیست. برنامه رقم خوردنی هست، خیلی متوجه باشین. 5 دقیقه اول صندوق بالا میآید، خاص به خاطر که بین یکی دیگه تان میتونین اگر میشناسین رفاقت دارین ندارین رفاقت پیدا کنین، مکان دوستی است، گیفتینگ بکنین. بعد از 5 دقیقه از این که تمام میشه یک صندوق دومی بالا میآید. صندوق دومی 5 دقیقه دیگه گذاشته میشه. در کل 10 دقیقه بعد بخیر برنامه را آغاز میکنیم. شانس خوب. خواهشم از شما چی است که در پوزه نرین، واتساپ تان قید کرده بانین، متوجه برنامه باشین. شانس خوب به همه‌تان آرزو میکنم. دیگه حرف پیام فکر کنم که بین ما و شما دیگه نیست. رفتیم بخیر به طرف برنامه و شانس خوب برای همه‌تان آرزو میکنم. خوش آمدین یک بار دیگه. دوستا و عزیزایی که تازه پیوستین همه‌تان خوش آمدید میگیم. خوش آمدین. از همین لحظه میتونین که بین خود گفتین کنین و دوستا حمایت خود آغاز کنین. اسکورا را بالا ببرین. شما میتونین که فردا شب بیاین شرکت بکنین با برنامه و فینال را پیدا بکنین، بعدا اشتراک بکنین. Yukin yerda qolmagay, qatoringda nor bo'lsa, qatoringda nor bo'lsa. Qaro yo'lda qolmaysan, do'st yoring bor bo'lsa, do'st yoring bor bo'lsa. Yurt tinchligi buzilmas, hukmdor hushyor bo'lsa, hukmdor hushyor bo'lsa. هر کسی که برنده شود $250 کانادایی را از طرف اداره برنامه تقدیمتان میشه. Yurtimiz gulga to'lsin, har yerda tinchlik bo'lsin. شیرکاری کنین، حالا شیر Yaxshi niyat qilganlar murodlariga yetsin, murodlariga yetsin. چی فکر میکنین در کامنت کی برنده خواهد بود؟ Aylanay, o'rgilay ko'zlarim astronalardan va'da berib kelmadi, va'dasi yolg'on chamanjon. Asl yurti qaydadur, sarpul mujavzijon, havosi xushguvaro, faryoq mu anxuyjon. Qaydan bo'lsam farqi yo'q, hammasi bir Turkiston. هر کس طرفدار اشتراک کننده هست نامش در کامنت نوشته کنید. یکونیم دقیقه مانده که بین خودتان گفتین کنین، بعد از او توقف است. Ayog'ini o'ptoyim, ota onang bor bo'lsa, ota onang bor bo'lsa.
o'zi bermasa zar bersangda bor bo'lmas zar bersangda bor bo'lmas Tangri aziz etganlar ikki dunyo xor bo'lmas ikki dunyo xor bo'lmas bahorda bog'lar go'zal qor yog'sa tog'lar go'zal qor yog'sa tog'lar go'zal kayfu safoni surgil shu yoshlik chog'lar go'zal shu yoshlik chog'lar go'zal aylanay o'rgilay ko'zlarim astonalardan va'da berib kelmadi va'dasi yolg'on chamanjon oqchamu balxi boston samangonmu toshqo'rg'on دوستای عزیز صندوق دومی بالا آمد گفتینگتان توقف داره فقط آله دیگه وقت ازی است که مطمئن شوین اینترنتتان تیک تاکتان همه چیز متوجه باشین برنامه بخیر 5 دقیقه بعد آغاز میشه و شانس خوب براتان میخوایم اولین شخصی که از برنامه ودا خواهد گفت کی خواهد بود ما هم دیگه نمیفهمم ببینم ده سرنام صارف نیست سرنام صارف نیست بالاست چیز بالاست مشکلی نیست بالاست اگر سرنام صارف باشه که من اوسو کنم و بس تلفن تو نشان میتم مشکل نداره چو بلبل کن با یاد گل ناله کنم اینه یک ذره بالاتر بردم شه حالا درست شد جان جانم شوخک فرخارمه نوک چادر دم زردم حالا درست شد همکارا باز بیادم سر دالانته آمده عاشق با پرسانته گلها را یارم بگه سوزده سرمه با چشمکی آهوز اوکی تشکر خیلی ناز کدم دیگه شورش هم نمیتیم از جا ناز کدم شانه بگه سوزده اسکورای دوستانتان را بالا ببرید صدای شعر شنیدین؟ ما نشنیدیم دلبر خوش روی بکن یک نظره خب یک اشتراک کننده که هست شد باز جایتان دیگه 8 نفر هستین دیگه در کجا شما را بالا ببرم کل اگه همین مشکل داره خبره دل شده عاشق نداری خبره دلبر خوش روی بکن یک نظره دل شده عاشق نداری خبره دل شده عاشق نداری خبره نام خدا اینام تو ها خک فرخارمه نوک چادر دم زر دندانته باز بیادم سر دالانته آمده عاشق با پرسانته گلها را یارم بگه سوزده سرمه را با چشمکی آهو زده ناز کدم آره به سوزده ناز کدم شانه بگه سوزده وقت ما کم مانده میریم به طرف آغاز و فراموش نکنین که در شبهای عید فینال صدکاه هست $500 کانادایی جایزه است بیچاره منم دیوانه منم در عشق تو من مستانه منم جان 1 دقیقه بعد آغاز میشه بخیر شم تو بیاهه از ما تو جدا نشیب وفاهه جان جانم شوخک فرخارمه نوک چادر دم زر دندانته باز بیادم سر دالانته آمده عاشق و پرسانته گلها را یارم بگه سوزده
آماده میشیم به اجرای برنامه و شانس خوب برتان آرزو میکنم. در اولین فرصت کی ودا خواهد گفت؟ من نمیدانم. یک بار دیگر 8 فینالیست، 8 تاپ چهره برتر، خوش آمدید میگم. قدمتان گلباران به برنامه تاپ بیگ مچ اداره رادیو صدای مهاجر و گفترا حمایتگرای عزیزی که شما آمدین. خوش آمدین عزیزان، خوش آمدین. انشالله که یک برنامه سرگرم کننده، یک برنامه هیجانی خاص خود را داشته باشیم و هر عزیزی که در اولین بار امو آهسته آهسته هست میشه مایوس نشین. برنامه هست دیگه، برد باخت داره، یک رقابت از بین 8 نفر. کار آسان نیست. 8 اشتراک کننده دل گرده کار داره و 8 اشتراک کننده که مردم گیفتینگ میکنه هم دل گرده کار داره. آفرینشان یک حرف میزنه. آسان نیست، اما میریم به طرف آغاز برنامه. شانس خوب. نو مسافر بالا بیاره. شش 5 4 3 شیر کنید. صفر. از مراد جان ازبک تشکری میکنیم. نیلوفر میتونی جایت تغییر بدی. نو بانو حنا، بازم برای تکرار میکنم که متوجه باشی که اشتباه فکر نکنی که خدای ناخواسته تو بگوی من 35 کار گرفتم برنده شدم. نه، شرط 35 کا به این معنی که 7 اشتراک کننده هست شود نفر آخری تو 35 کار تکمیل کنی جایزه برنامه را از آن خود میکنی. اگر این اسکورا که ای تو بالا بره ایره کسی چیز گفتن نمیتاره. ایره خیلی متوجه باشی. بله که دوستا عزیزایت هم حتما این موضوع را متوجه است. حالا شما میگی کم مانده اونا را بر خطا میکنی. 35 کا میسازه میگه برو خیلی برنده مسافر جان من یک لحظه پوینت پنجم یک سال دیگه برام میاد. اوکی بیخواست تیک تاک برای برو اسکور داری بیازم زود شو. چه خواهی که بچه فهمیده پایین شه که در لایف دخترها رفتی. شیر کاری کنه، شیر کنه. 8
شعر هنوز صدایش ما نشنیدیم. فت نزنین. چو سه کدمی خط کلتان مشکل داری یا اینه گمش کردم. شادخت تنها تشکر از حضورتان. فکر میکنین کی برنده خواهد شد؟ آف! شش! مسافر در خطر است. مسافر جان تشکر از حضورت. شانس خوب برای 5 اشتراک کننده بعدی. در پاوزه نرید. از پاوزه برای بچه جنرال لطفاً. شش! برنامه تو رقم میخوره لحظات اخیر. شیرکاری کنین که در ناوقتی نمانه. شو!
الوداع خواهد گفت. یک. صفر. مقام پنجم ایتا بیگ مچ تبریک باشه به بانو دنیای عزیز. سلامت باشین. تشکر. خب بچه جنرال نیلوفر حنا رئیس نقیب حرف پیام صحبت دارین مهربانی بکنین. مایک در اختیارتان است. اگر صحبت دارین صحبت ندارین کامنت ادامه نوشته کنین ما پیش میریم. ادامه بید که جانم هست چیز دیگه. گفتنی نداری به دوستایت علاقمندایت؟ دیگه علاقمندا حمایت میکنه. تشکر از کلشان آرش جان. توکل به خدا دیگه. بشک. بفرما بانو حنا. منم تشکری میکنم از تمام عزیزایتان. قربانتان. خیلی لرزه میگرفته. الا برو دختر جان گلاس آب بخور. از زود نکنی علی بازی چی خاطر بود گلاس آب گرفته به زود چی بدو الا زود. خب نیلوفر خو صحبت نمیکنه و سارب عزیز میریم پیش میریم. توکل به خدا. شانس خوب. 4 بهترین هستیم. بانو ارمغان هسته؟ تبسم جان هسته؟ بانو ارمغان لحظات تبسم جان میگیره از امی 4 بهترین از امی قسمتی که 2 میمانه تا 0 ریکارد بگی. 4 قسمته فقط کوتاه. تبسم جان شما لحظات بگی. بانو ارمغان از امی 2 تا 0 که 2 1 0 مثلا میشه ریکارد میگیره. کوتاه شارت ریکارد بگی. تشکر. نو گرچه من کلی ریکارد گرفته رایستم. آش کی برنده خواهد شد؟ شش. محب جان لیولت 25 شد. تبریک باشه برادر عزیز. انشالله که دیگه لیولایت هم به خوشی به خوبی پیش ببرید. 5. متوجه باشین که بین 1 و 0 از ما اعتباری نیست. نگوین که چرا مکس زیاد نکردی. حمایت کنین از همین لحظه. 4. شاید کشاله‌دار باشه شاید کوتاه باشه. متوجه باشه. بعد از 0 حساب نمیشه. اسکور بعد از 0 حساب نمیشه. 3. هیجان بالاست. استرس استراب زیاد است. 2.
مقام چهارم این راوند را تبریک میگیم به شادخ نیلوفر عزیز. تبریکتان باشه همکارا. تا 4 بهترین پایین نندازین بانین صحبت میشه داشته باشه. 4 بهترین بانین بر مبانه. تشکر. شانس خوب برای رئیس نقیب، حنا خواهرک ما و سارب عزیز. بفرمایین بازم برتان فرصت میدیم. گفتنی دارین، پیام دارین، حرف دارین، مهربانی. چیز صحبت ندارین پیش میریم. اوکی. جان بگو نقیب جان، بگو خنده بیار. در پایین چی گفته؟ اف جی لوفر گفته، آرش گفته. اف جی لوفر چی گفته خنده بیار؟ چه زنی؟ مشکل نداره. نو اکشن ما را زدی خراب کردی. اش آردی بیادر خوش آمدید. شیرکاری کنه. برنامه رقم بخوره. کی برنده خواهد بود؟ اوهو اسکورام نزدیک شد. بله مقام سیمه تبریک میگیم به فن آف آجی صاحب خیبر. مبارکت باشه بگیم. و تشکری میکنم از گیفترهای عزیزش که حمایتشان کردن. برنامه هست
و تا این دم هم مقام سه و مقام کمی نیست. فکر کو که تو پیش ما اول هستی. تبریکت باشه. تشکر از حضورت. اگر حرفی داری مهربانی ما دیگه به خیر پیش بریم. بفرما. سلام احترامات آرش جان خدمت خود خدمت هم دوستان گپ نیست. آرش جان در جگر جان ماج خیبر مایی بود 5 دیگه گپ نیست. دوست هنو دوست از اسفاد از آجی جان دوش اوقات ما بود همونجور دوست از اسفاد هستن. قربانت. تشکر سرباز. ممنون برم. زنده باشه. میریم بخیر. پیش میریم که بانو حنا و رئیس نقیب عزیز چی خواهد کرد. رئیس نقیب، بانو حنا، اجازه هست که من اینجا نامتان نوشته کنم؟ رئیس نقیب راحت باشین، راحت باشین. برنامه هست دیگه معلوم شوه. بانو حنا ببینیم که دیگه توکل به خدا که برنده ایران شما عزیزا کدامتان هستین. توکل به خدا. شانس خوب. رفتیم. دقت کنین. بین 1 و 0 اعتبار نداره مکسمه. باز نگوین که نگفته باشی چرا که این کشاله‌دار بود یا چرا کوتاه بود. از او خاطر خیلی توجه داشته باشین. میریم بخیر با آغاز ایران. لحظات اخیر سرنوشت ساز. نو ببینیم که سرنوشت رئیس نقیب، رئیس کندک و بانو حنا به کجا خواهد کشید. آش آف جالب ترین راوند چی فکر میکنین؟ کی برنده خواهد بود؟ پای من هم لرزه گرفته. باور کنین صحنه اساس است. گت دستای می لرزه. کمی آخرش نمیشه که تن بیاین اعلان کنین. فکر میکنین کی برنده خواهد شد؟ و آخر
صفر. او 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 او. یک رقابت نفسگیر، یک رقابت که واقعا هیجان بالا استراب داشت. آفرین به بانو حنا. بعد از اون مطمئن هستیم که شفاخانه فشارش معاینه میکنن. حتی خودم هم یک کمک استراب گرفت. هیچ وقت اینقدر استرس مرم نگرفته بود. 300 نفر بیننده هست. کسی که مقام اول را در بین 8 تاپ اشتراک کننده دل نادل بود که شرکت کنه یا خیر. تبریک با کوین بانو حنا. همچنان که مقام دو مقام کمی نیست، با تفاوت اسکور اندک مقام دوم تبریک میگیم به رئیس نقیب، رئیس کندک. تبریک باشه بیادک. و از طرف اداره برنامه رادیو صدای مهاجر بر مقام دومی که از آن خود کرده رئیس نقیب عزیز یک چوچه شیر همچنان ما برشان هدیه میتیم. انشالله که همیشه موفق و کامگار باشه. گفته بودیم که به مقام دوم اگر اسکورش از 10 و 5 تفاوت داشته باشه و ما میتونیم که برش توفه را ما توفه را اینه برشان تقدیم میکنیم. انشالله که همیشه موفق و کامگار باشه. تبریک باشه برای هر دو شما خوبان. بفرمایید نقیب جان، بانو حنا حرف پیام داشته باشین، مهربانی کنین. واقعا بسیار یک برنامه دلچسبی بود. و برای مقام اول $250 کانادایی از طرف اداره شبکه رادیو صدای مهاجر برنامه تاب بیک مچ برای بانو حنا اهدا میشه. مبارک شما. بخیر خرج کنید. بفرمایید. تقدیم هم عزیزای دل که مقام اول برام گرفتن و من میخوایم نماینده خود فروز تعیین کنم که به جای من اینجا صحبت کنم. من نمیتونم. خب مهربانی. کجاست بانو فروز؟ بانو فروز بیاین در کویست اگر هستین. نقیب جان گل بیادر حرف پیامی اگر داری مهربانی کو پند بیادر. تشکر بری بانو دیگه. تشکر هم کسایی که حمایت کرد کلشون جانم هستین. واقعا تشکر خیلی زیاد از کلشون. زنده باشی عزیز بیادر. برنامه هست ولی مقام دو مقام کمی نیست. خب دیگه من یک گفتنی دارم. همی جایزه‌ای که ما برنده شدیم برای 5 نفری که ما در این مقام رسانده برای اینا از طرف ما بتین همیجا. کی از این 5 نفر الوا تقسیم کنید؟ خب او را مشکل نیست. بانو حنا باز شما میتونین امو 5 نفری که هست نامش بر ما مسیج کنین. اگر گیفت خواستید امو مقدار جایزه تان گیفت میگیریم. برای 5 نشان گیفت تقدیم میکنیم. با شما اگر برنامه میگیرین برنامه بگیرین دعوتشان کنین. ما به نمایندگی از امی صفمیایمو و تقدیمشان میکنیم. درست است؟ اوکی مشکلی نیست. خب تبریکی نگفتی بانو حنا بر نقیب بیادر؟ تبریک باشه. من خودم خیلی استرس دارم. سلامت باشید. برای خودت هم تبریک باشه. فشارت نفته. تشکر نقیب بیادر. ممنونت. سلامت باشی. بانو حنا از شما هم تشکر که ما دیگر او نمیاریم. نام خدا اشتراک کننده خیلی زیاد است و هنوز مانده قرعه کشی بانو ارمغان بالا میاریم. وقتا که هر دوگه که شما خوبان خوش. وقت خوش. خداحافظ. فقط بازم تبریک باشه تشکر همه از جان. کل. سلام دوباره به نقیب رئیس نقیب. بعدتان تبریک باشه. سلامت و خیر بشین. موفق باشه نمیشه. بخیر بشین. وقتتون خوش. خوش آمدید بانو فروز.
تبریکی میگم بر بانو هنای نازنین و همچنان بر رئیس نقیب. انشالله که موفقیت به پایان همیشگی نصیبشان باشه. بسیار قصه کو از هیجان برنامه کوتاه قصه کو بانو فروزان از برنامه خودم که هیجان بسیار استراب بالا نداشت. من باور کنم که من هیچ وقت من استرس نگرفته بود مگم این بار مرا استرس گرفت. دستی این بانو هنای واسه که دلداری بود. تشکر دوست لطف دارین مهربان هستین. تشکر از همه گفتایتان. ما هنا جان شاید یک 100 تا کامنت نوشته کردیم که او دختر راحت باش استرس نکن. بسیار استرس بالا داشت هنا جان واقعا ما رو هم تو گرفته بود از بیخی مرا باور کنیم یالا یعنی ما که مرد هستم دست پای مرا گر 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 لرزه گرفت مرا روی مرا زد خراب کرد. اما وقتی که می طرف